امروز میخوایم با اعداد رو کار کنیم. اعداد میشه سالن. سالن. به عدد 1 تا عدد 10 خوب دقت کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. از عدد 1 تا 10 همشون متفاوتن. هر عددی یک جور گفته میشه. 11 و 12 هم همینطور. 11 میشه 11. 12 میشه 12. از عدد 13 تا 20 3 رو میگین، مثلا 13 3 رو میگین، بعد میگین 10. با عدد 4 میگین 4، بعد میگین 10. 5 10 6 10 همینجوری به ترتیب تا 19. بعد 20 باز تغییر میکنه. الان تکرار میکنیم. 13 از 13 شروع میکنه. 13 14 15 16 17 18 19. بعد عدد 17 دقت کنید. 17. عدد 7 ولی میشه 7. این تنها ausnahme، یعنی تنها جایی هست داخل عدد فعلا تا عدد 20 که مثلا از 13 تا 19 که دقیقا همون عدد نمیاد تا بهتر خونده بشه. به خاطر تلفظ بهترش این عدد رو اینجوری کردن که نمیگن زیبنسن اشتباهه، میگن زیبسن. بعد دوباره همینجوری ادامه میده 18 و 19 که 18 و 19 میشه و به عدد 20 که میرسیم کلا تغییر میکنه و میشه 20. 20 میشه 20. خب الان یه بار اینجا رو استوب کنید، خودتون دوباره تکرار کنید، سعی کنید عدد رو بخونید اون پایینش که تو ذهنتون بمونه و بعد دوباره ویدیو رو پلی کنید. من یه بار الان از 1 تا 20 میخونم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب الان میریم به عددهای بعد. 20 رو دقت کنید. دوباره الان از 20 به بعد 10 تا 10 تا همیشه سیگ میگیره آخرش. مثلا 20 میشه 20. 30 میشه نارنجی ها رو ببینید 30. 40 میشه 40. 60 میشه 60. 70 میشه 70. 80 میشه 80. عدد رو میگن مثلا فقط با 20 اینجوری نیست، 20 تغییر میکنه، مثلا میشه 20. سوانش معنی خاصی نداره ولی آخرش سیگو همه 10 تایی میگیرن، مثلا 20 30 40 50 60 تا 90 همشون همینجوریه. بعد ولی از عدد 30 رو ببینید. عدد 30 3 چی میشد؟ میشد عدد 3. سیگ آخرش میاد، میشه مثلا 3. اون 3 رو میگن بعد اون سیگ آخر رو میارن، پس میشه 30. 4 هم همینجوری. عدد 4 میشد 4، آخرش سیگ میگیره 40. 50 همینجوریه. 60 همینجوریه. 50 میشه 5 سیگ. 6 سیگ میشه 60. 70 میشه سیگ. ببینید با 70 دوباره زیبن نگفته، زیبن میشه 7، برای که بهتر تلفظ بشه گفته سیگ. 80 90 که میشه 90 که الان اینجا نیست، صفحه بعد شاید باشه. و الان مثلا میخوان بگن 21 22 یا مثلا 31 32.
اینا من تکرار میکنم، دقت کنید. برای 21 21 میگه 1 و 20. اول 1 رو میگه بعد 20 رو میگه. 1 و 20 21. 25 بقیه هم همینجوری، من هر جایی میگم که ویدیو خیلی طولانی نشه. 25 25 5 و 20 25 und میشه و 5 میشه 5 25 5 و 20 33 33 3 و 30 33 71 71 1 و 70 71 81 81 و همینجوری ادامه میدم واسه همه عددا، مثلا 81 82 و غیره. 90 هم همینجوری بود. نگاه کنید 90 بعد باز مثلا عدد بعدش که بخواد بیاد 91 92 همینجوری مثلا میگه 1 و 92 و 93 90 تا 100. عدد 100 میشه 100 یا 100. بعضی 100 نشون میگن، بعضی einfach میگن 100. einfach یعنی معمولی، مثلا همینجوری آسون میکنن و میگن 100. 100 یعنی 100. بعد 101 102 103 یا مثلا 201 202 همیشه اول مثلا اون 100 رو میگن، مثلا 100 200 میشه 200 300 میشه 300 400 میشه 400 و همینجوری میگن تا مثلا ببینید اول عدد رو میارن، مثلا 900 که میخوام بگن اول میگن 9 بعد میگن 100. 400 میشه 400 مثلا 400 اول 4 رو میگن بعد 100 رو میگن. خب الان عدد تا مثلا میخوام بگن 102 میگن 102 یعنی 102. 102 میشه 102 بعد 200 یعنی 200 میشه 200. ببین اونا رو پشت هم نوشتم که ببینید. خب میریم الان یه دفعه عدد 1000 رو ببینیم چی میشه. 1000 میشه 1000 و اینم دقیقا مثل همون مال 100 مثلا 100 بود. اول میگن 101 که میخوام بگن اول 100 رو میگن بعد 1 رو میگن، مثلا 101 میشه 101. 1001 هم که میخوام بگم میگن 1001 1001 یعنی 1001. همین جوری همیشه هست. حتی مثلا میخوام بگن 1100 میگن 1100 1100. قشنگ اینو مثل خودمون میگن. و 9000 هم واسه تون نوشتم 9000 و عدد رو همینجوری مثلا همیشه 1000 میاد واسه هزاریا. اینجا آخر سر واسه تون یه تاریخایی که مثلا بیشتر اوقات میپرسن داخل امتحانات شفایی یا بعضی جاها باید بنویسیم داخل امتحانات کتبی، مثلا یه عدد تاریخ تولده یا سال تولده که باید بدونید، یا که مثلا داخل شنیداری که میشنوید باید بتونید تشخیص بدید عدد رو. اینجا عدد 1373 رو نوشتم. 1373. شنید گفتم 1000 ولی نوشتم 1000. یعنی شما میتونید هم بگین 1373 یا میتونید بگید 1373. 1373. 1999 رو چجوری میگن؟ ویدیو رو نگه دار یه بار خودت بخون. 1999 رو میگن 1999. چی شد؟ اینا به مثلا 1000 خورده که بخوام بگن یا مثلا میگن 1999 یا میگن 1999. شما میتونید بگین 1990 مثلا مثل اینجا
1999 1999 میشه. اینجا الان اینجوری ما گفتیم 1919 19 میشه 19 100 100 19 100 99. خب یا که میتونم مثلا بگن 1000 مثل اون بالا که واسه 1373 گفتیم، میتونیم بگی 1999 1999 1999. حالا این عددا رو بیشتر که کار میبرن، مثلا سالهای تولد و اینا رو واسه آئنس مخصوصا موقعی که میخوان ازتون تاریخ تولد شما رو بپرسن، یا اینکه مثلا تو ویدیوها میاد تاریخ تولد پرسیده میشه. تاریخ تولد چجوری میپرسن، چجوری میگن تولد چه تاریخی است؟ به دو مدل میگن، یا میگن wann hast du Geburtstag، wann hast du Geburtstag، یا اینکه میگن wann bist du geboren، wann bist du geboren. wann hast du Geburtstag یعنی به چه تاریخی تو متولد شدی. wann bist du geboren به چه تاریخی کی متولد شدی، چه تاریخی تولدته. بعد شما میتونید مثلا جواب بدید، بگید ich habe Geburtstag am، من دارم تولد به تاریخ مثلا، بعد تاریخ تولدتون رو بگید. تاریخ تولد رو الان باهاتون کار میکنم چجوری میگن. یا اینکه بگین ich bin geboren am، تاریخ تولدتون رو بگید، یعنی تولد من هست در، بعد تاریخ رو میگید. ام میشه در، که بیشتر اوقات واسه قبل از تاریخ میارن یا اینا. تو واسه تاریخ چجوری میگن؟ مثلا میگن 31 بعد اون نقطهش رو یه معنایی مثلا ت میگن. مثلا میگم 31 که ما میگیم 31 بعد میگن 31 ت، مثلا 31 که 31 ت 7 ت 1373. خب چی شد؟ 31 7 1373 یا 13073 یعنی 1373. یا میگن 1373 یا میگن 1373. خب الان تاریخ رو مثلا همین تاریخ رو به میلادی که مثلا بخوای بگی فرق نمیکنه، چه به تاریخ میلادی بگی چه شمسی بگی، میتونی هر دو موارد استفاده کنی. هم میتونی بگی ich habe Geburtstag am، یا اینکه بگین ich bin geboren am. الان واسه جمله دوم من مثلا به میلادیشو گفتم، ولی خب مثلا فرق نمیکنه، میتونی میلادی رو بگی میتونی شمسی رو بگی، هیچ فرقی نمیکنه، ولی جملت فقط تاریخ رو میتونی خودت عوض کنی. عدد دوم رو دوباره تکرار میکنم، دقت کنید. 22. 10. 1999